اگر وای ягон баландӣ меғалтид хай ӯ хел шикастабори бад намеши ранги шишабори ин чӣ қадар вой иззат яъни бачара ба айму чору метад дангала кардагиям. خونه رویم گفتن کودک بسیار گیره کرد. خونه آمدیم که نماز شام بود که زن زده که گذشته گفتن تا حالی را باوریم نمیشه. آدمی که سرش در نمیکرد بدن و پای خودش رفته بود مردش آوردن. در تلفن گفت که در حیات یکی اگر یگم خطا کرده باشم اوچه جان مرا ببخش گفت 3 بار گشته بگشتم که گفت اگر یگم خطا کرده باشم اوچه جان مرا ببخش. بچه خشروم بای هول دختنه بچه شیرین ما بای هول دختنه بچه ماهین خدمت رفت بچه مکتبی مردانگی نبدست مکتبی به تربیگی بدسته از شیرینی اوچه با هم برزرتیه من نفهمیدم که تره بعد دستی پای خود کشتنی روی میکنمه. این نوارهایی که شما دیدید حادثه های کهنه نیستند. متاسفانه چند پیش باز 2 سرباز دیگر در ارتش تاجیکستان جان خود را از دست دادند. طوری که در نوارهای پیشینه هم گفته بودیم چنین حالت ها می توانند در آینده به یک خطر جدی تبدیل یابند و به تاجیکستان ضرر کلان رسانند. یکی از ضررهای کلان می تواند سست شدن روحیه سربازان باشد که در آینده اگر دشمنی به وطنشان حمله کند آنها شاید در آن حالت آماده نباشند که جان خود را برای حمایت وطن فدا کنند. امروز در نوار خود ما بررسی میکنیم که چی باید کرد تا چنین حادثه ها در تاجیکستان کمتر یا تماما رخ ندهند. همچنین ما درباره فکر و نظرهای مردم که درباره نوار پیشین ما که آن هم در همین موضوع بود بیان کرده‌اند صحبت خواهیم کرد. به نزدیکی در شبکه‌های اجتماعی خبرها درباره مرگ 2 سرباز دیگر پهن شدند. گفته می شود که یکی گویا از سبب فرو بردن استخوان جان باخته است و دیگر خود را برود کفرنهان انداخته هلاک شده است. این 2 سرباز تقریبا 2 هفته بعد از یک نوسربازی که 14 اپریل همین سال در نتیجه لطوکوب جان باخت فوتیدند. اگر وای ягон баландӣ меғалтид хай ӯ хел шикастабори бад намеши ранги шишабори ин чӣ қадар вой иззат яъни бачара ба айму чору метад дангала кардагиям. در همون حالت وزبینه که قرار داشت با توانایی مردانه‌وار گفته که اینمی 4 تشکر همیت فرمان دادن و زدن لطکوب کردن با غیر از او 4 نفر دیگر با 17 کسی دیگر هم نشان دادن. خونه رویم گفتن کودک بسیار گیره کرد. خونه آمدیم که نماز شام بود که زن زده که گذشته گفتن تا حالی را باوریم نمیشه. آدمی که سرش در نمیکرد بدن و پای خودش رفته بود مردش آوردن. طبق معلومات پیش از هلاک شدنش او را به بیمارخانه بردند. پس از این حادثه چند سرباز قسم حربی را نیز به بیمارخانه آورده و او نشان دادند. او 3-4 نفر را نشان داده گفته است که همین سربازان او را لطوکوب کردند. حالا از این سرباز فوتیده یک طفل 6 ماهه یتیم مانده است. نوسرباز دیگری که روز 25 اپریل بر اثر فرو بردن ناآگاهانه استخوان جان باخته است 23 ساله بوده است و از ناحیه همدانی می باشد. ولی به گفته مادرش این جوان نیز پیش از این هم از لطوکوب شدن خود شکایت کرده می گفته است که او را می زنند. بچم کسل شد تلفن کرد ای خدمت تلفن کرد که اوچه جان من از تاغون خوردم کسلم. گفتم چه خیلی از تاغون خوردی؟ در خونه طبقات همه کفتی با جاش اسم کی او از تاغون کلانت چه خیلی خوردی؟ بچه خشروم بای هول دختنه بچه شیرین ما بای هول دختنه بچه ماهین خدمت رفت بچه مکتبی مردانگی نبدست مکتبی به تربیگی بدسته من نفهمیدم که تره بعد دستی پای خود کشتنی روی میکنمه. از گفته های مادر سرباز چنین برمی آید که شاید این سرباز هم بر اثر لطوکوب زیاد بیمار شده جان خود را از دست داده است. همچنین احتمال دارد که او از ترس آن که باز هم لطوکوب نشود و مادرش دروغ گفته است که گویا استخوان فرو برده است. شما در این باره چی فکر دارید؟
باز یک سرباز وزارت مدافعه تاجیکستان روز 27 اپریل همین سال خود را بر رودخانه کفرنیهان در ناحیه وحدت پرتافته غرق شده است. طبق گفته خانواده‌اش او از شرایط بد خدمت شکایت میکرد و میگفت که گرده‌هایش آسیب دیدند. از این سرباز نیز یک طفل 5 ماهه یتیم مانده است. اکنون چنان که میبینید در ماه اپریل همین سال 3 سرباز هلاک شد. 2 نفرشون موافق دلایل صحیح بر اثر لاتوکوب و 1 نفر دیگر خودکشی کرد. در این حالت ما باید یک چیز را بررسی کنیم. در تاجیکستان خودکشی عموما کم است، مخصوصا در بین مردان، ولی مقامات مرگ بسیاری از سربازان را همچون خودکشی شرح میدهند، در حالی که طبق معلومات صحیح نه همه آنها خودکشی میباشند. اگر حتی خودکشی هم باشد، پس چرا بیشتر محض جوانانی که به خدمت حربی میروند به چنین کار دست میزنند؟ باز یک چیز دیگر، همین جوانان سالها در روسیه کار میکنند، سختی های زیاد، سردی ها و شرایط دشوار را میبینند، اما به خودکشی دست نمیزنند، ولی در محیط خدمت حربی چنین حالت ها روی میدهند. پس مشکل در چیست؟ شما میتوانید در زیر شرح نویسید که مشکل اصلی در چیست. چطوری که میبینید چنین مشکلات ها بیشتر شده ایستادند، اما مقامات میگویند که وضع بهتر شده است، در حالی که در سالهای آخر برعکس وضع بدتر شده ایستاده است. به نظر شما برای از بین بردن چنین مشکلات ها چی باید کرد؟ در چنین حادثه ها کی بیشتر مسئول است؟ مقامات یا خود سربازان؟ برای فهمیدن این مسئله باید 2 جهت را با دقت بررسی کنیم. یکم، در ارتش مسئله بنانده دوشین وجود دارد. دوم، بالای این سربازان فرماندهان و مقامات رهبر هستند. کدام از این جهت ها باید اول اصلاح شود؟ پیش از همه باید به آنها دقت داده شود که این سربازان را رهبری و اداره میکنند، یعنی فرماندهان و شخصان بالاتر از آنها. اگر رهبران واقعا خواهش داشته باشند که چنین وضعیت دشوار وجود نداشته باشد، پس شرایط میتواند بهتر شود. اما از حادثه هایی که روی داده ایستادند چنین به نظر میرسد که آنها این مسئله را جدی نمیگیرند یا نسبت به آن بی‌پروا هستند. مثال، اگر فرماندهان یا مقامات در حقیقت به این مسئله دقت دهند و نظام بنانده دوشینه را پوره از بین برند و ترتیب خدمت حربی را درست کنند، سربازان با پای خود به یگان مجبوری به خدمت می روند، چون که آنها دیگر ترس نخواهند داشت که در ارتش هم خدمتانشان آنها را لاتوکوب یا حتی میکشند. حتی روحیه اشان بالا می رود و مهرشان به وطن باز هم بیشتر می گردد. اگر این مشکلات ها در ارتش حل نشوند، تاجیکستان میتواند لقمه تیار برای دشمنانش شود. و ما از مردم و حتی از مقامات های تاجیکستان خواهش میکنیم که به این مسئله نظر جدی دهند. اکنون درباره آن صحبت میکنیم که مردم درباره نوار پیشینه ما که آن هم درباره لاتوکوب و کشتار سربازان بود چی گفتند. در زیر شرح‌ها بعضی ها نوشتند که شکر تنجی کنید و از سالهای جنگ و گرسنگی یاد کردن ما را تنقید کردند. بعضی دیگر گفتند که چنین نوارها گویا کار خائن‌های ملت و وطن است. با آن کسانی که میگویند شکر تنجی کنید و از سالهای جنگ ترسید گفتنی هستم. در نوارهای ما مردم را به شورش، انقلاب یا جنگ دعوت نکرده ایم. ما تنها درباره حقیقت صحبت میکنیم. شاید این گونه نوارها سبب شوند که آنهایی که باید مشکلات مردم را حل کنند به آنها جدی دقت دهند. و آنهایی که ما را خائن ملت و وطن میگویند باید یک چیز را فهمند که خائن ملت و وطن آن شخصی است که پروای ملت و وطنش را ندارد، به درد آن اهمیت نمیدهد و درباره آینده ملت و وطنش فکر نمیکند. ما باشیم هر کاری که از دستمون میآید برای ملت و وطنمون انجام میدهیم، چه توسط مدیا و چه با راه‌های دیگر. شاید آنهایی که ما را برای چنین نوارها تنقید میکنند خود با چنین مشکلات جدی روبرو نشدند، مثل آن که فرزندشان در خدمت حربی معیوب نشده است یا جان از دست نرفته است و درد آن پدر و مادران را که با چنین راهها فرزندانشان را از دست دادند احساس نکردند.